سلام همه شما عزیزان. امروز با یک مسئله برای ساختار بخشیدن به ذهنمون و ارتقای ساختار فکری در خدمتتون هستم. یکی از روش‌های ساختاردهی ذهنی شمارش. این مثال شمارش انواع مربع هاست. توی شکل بالا چند مربع داریم. مربع‌های مختلف زیادی رو می‌بینیم. برای شمردنشون باید دسته‌بندی کنیم. با مربع 1 در 1 شروع می‌کنیم که ازش 10 تا ردیف 10 تایی داریم. مربع 2 در 2 ازش 9 تا ردیف 9 تایی داریم. از هر کدوم از این مربع 2 در 2 مدل داریم. صاف و شکل لوزی. مربع 3 در 3 ازش 8 تا ردیف 8 تایی داریم که از این 8 تا ردیف 8 تایی توی هر کدوم 3 حالت مختلف مربع دیده میشه به این شکل. مربع 4 تایی ازش 7 تا ردیف 7 تایی داریم که داخل هر کدوم 4 تا مربع مختلف دیده میشه. پس میشه 4 ضرب در 7 ضرب در 7. این دنباله سمت راست رو نگاه کنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و سمت راستش رو نگاه کنیم. 10 10 تا 9 9 تا 8 8 تا 7 7 تا 6 6 تا 5 5 تا 4 4 تا 3 3 تا 2 2 تا 1 1 که مقدارشون رو حساب کنیم میشه 1210 تا. امیدوارم از حل این سوال لذت برده باشید. تا ویدیوی دیگر در خدمتتون هستیم.